job. You cut it off. Smooth sailing. You're such a good boy. You're gonna eat it all. Think you can be a flower for the little bumblebee to land on. Okay. Yep. Yum. استنلی همیشه پستونکش همراهش. عروسک بازی میکنه. تو پارک تاب و سلسله بازی میکنه. شبا توی یک گهواره میخوابه. با تمام لوازم و وسایل سرگرمی مخصوص بچه‌های خیلی خیلی کوچیکم. حتی از توی شبکه‌های مجازی سفارش مامان میده تا بیاد و باهاش مامان بازی کنه. و حتی پوشک هم میپوشه. سلام، من امین علیزاده هستم و این داستان استنلی تورتنه. از سری داستان‌های عجیب 602 داستان مرد 31 ساله‌ای که قریب به 20 ساله مثل یه بچه کوچیک زندگی میکنه. استنلی میگه این دل مشغولی هر روزه منه، نه یکی دو روز و گهگاه که خلوچل بودن رو با عادی بودن ترجیح میدم، چون این همون کاریه که دوست دارم انجام بدم و این کار به شکل عجیب و غریبی بهم آرامش میده. آرامشی که خیلی زود خواهید فهمید که از چه جنس آرامشیه و احتمالاً شوکه خواهید شد. شب وقتی میخواد بخوابه لباس خوشگله خوبش رو میپوشه، میره دراز میکشه تو تخت گهواره خودش، آهنگ اسباب بازیش رو پلی میکنه، آهنگایی که به گوش هممون آشناست تا خوابش ببره. و خب این به اصطلاح بچه بازی چیزی نیست که فقط شبا اجرا کنه. این کاریه که از همون لحظه که چشماش رو باز میکنه ادامه داره تا خود شب، هر روز هفته. این فرو رفتن تو جلده کودک روزانه به این صورته که هر موقع در طول روز فرصت کنه تو این جلد فرو بره. میگه وقتی میخوام تو این جلد فرو برم تصور میکنم که بچه بودن چطوریه، یه بچه چه کاری میکنه، چطور بعد رو خودش فکر میکنه، مشغول چه کاری میشه و این حرف. گرایشش چیه؟ یعنی دوست داره مثلا بچه چند ساله باشه؟ میگه بیشتر دوست دارم یه بچه حدوداً 2 ساله باشم. حالا شاید بگید خب حالا اسباب بازی و اینا اوکی، ولی چطوری تو تخت بچه چا میشه مرد به این گندگی؟ لباساش چی؟ شاید باورتون نشه ولی این ادالت بیبی ها یا کودکان بزرگسال که جلوتر بهتون توضیح میدم قضیهشون چیه، واسه خودشون دم و دستگاه و انجمن و تشکل و فروشگاه و اینا دارن. یعنی جاهایی هستن که میتونید برید توش مثلا تخت بچه با سایز آدم بزرگسال تهیه کنید، اگرچه که یه ذره زیادی براش خرج برمی‌داره. مثلا یه تخت کودک با سایز بزرگسال $2000 واسه یه جورایی آب میخوره، به پول ما 200 میلیون. به خاطر همین این استنلی ما یه جورایی خودش تو خونه یه تخت بچه با 1000 زحمت برای خودش ساخته. میگه تو این قصه‌ای که من دارم تخت بچه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره، چون میله هاش باعث میشه موقع خواب احساس امنیت کنه. و یه چیز خیلی خیلی عجیب‌تر، بغل تختش یه وسیله داره که صدای تپش قلب پخش میکنه. یه لحظه استوب کن خداییش، فکر کن ببین واسه چی. خیلی خیلی عجیبه. میگه آخه این همون حالتیه که آدم تو شکم مادرشه و صدای تپش قلب مادرش رو درست کنار گوشش میشنوه. افرادی که اصطلاحاً بهشون ادالت بیبیز یا بچه‌های بالغ گفته میشه کسایی هستن که از رفتار کردن مثل نوزاد یا کودک خردسال، پوشیدن پوشک، لباسای کودکانه، بازی با اسباب بازی بچگانه و گاهی حتی غذا خوردن از شیشه شیر هم لذت میبرن. این رفتارها ممکنه در خلوت خصوصیشون تو خونه انجام بشه یا هیچ ابایی مثل استنلی نداشته باشن و جلوی چشم بقیه این دل مشغولی شدیدشون رو ارضا کنن.
یادتون باشه رفتار اینجور آدما همیشه جنبه جنسی نداره. پدیده بسیار پیچیده‌ایه با دلایل مختلف روانشناختی، هیجانی و حتی جنسی ممکنه در اون نقش داشته باشه. مثلا بازگشت به دوران امن‌تر زندگی، جبران آسیب‌های گذشته، فرار از استرس، اضطراب یا فشارهای زندگی بزرگسالی، بازگشت به دوران بی‌مسئولیتی کودکی و احساس حمایت کامل از والدین، نیاز به توجه، محبت و مراقبت، در آغوش گرفته شدن، ناز و نوازش، دوست کردن و قربون صدقه. با نقش بازی جنسی در قالب کودک و والد هم فرق داره. اساساً در اینجا دغدغه فرد تحریک و رضایت جنسی از این طریق نیست. گیر و گرفتاری فرد یه جای دیگه است. حالا ممکنه گاهی این ساقه‌های جنسی هم روش بیفته. هیچ ربطی هم به پدوفیلی یا گرایش به کودکان نداره. هیچ ربطی به بیماری جنسی و سوء استفاده و آسیب هم نداره. چون با رضایت کامل و توسط افراد بزرگسال انجام میشه. استنلی میگه وقتی 13 ساله بودم مشکل شبه‌داری پیدا کردم. دقت کنید، وقتی 13 ساله بودم. از اون موقع دیگه پوشکی شدم و خب تا همین الانشم هستم. میگه وقتی پوشک میپوشم به این احساس رو میده که تو بغل مامانم. و همین یه پوشک پوشیدن واسه مشکل شبه‌داری، اونم تو سن 13 سالگی، آتیشی تو ذهنش شعله میکنه که میشه تمام کار و زندگیش. 18 سال از اون اولین شب پوشک پوشیدنش گذشته، اما دیگه نمیتونه کنارش بذاره. دیده چه خوبه، این پوشک پوشیدنه چه بهم حال میده. پستونک خوردنم باحاله ها. ای بابا، با اسباب بازی هم بازی میکنم چه مزه‌ای میده. تو تخت میله‌دار چه احساس امنیتی میکنم. به انتشار این ایده به کل زندگیش. خب حالا جای چی خالیه این وسط؟ یه مامان دیگه. مگه میشه یه بچه 2 ساله بود و مامان نداشت؟ آرزویی که استنلی همیشه در قلبش داشته، یه مامان واقعی. چیزی که آرزوی تقریبا تمام ادالت بیبی است. یکی که واقعا بهشون احساس مادرانه بده. و خب همچین کسی که واقعا بهت احساس مادرانه بده به همین راحتی پیدا نمیشه. میگه اولین مامانی که پیدا کردم اسمش مامی پم بود. کسی که به محض اینکه دیدمش تو دلم گفتم خودشه. خیلی کارو واسم کرد. تو پوشکم رو هم عوض میکرد. با این ماما خانم راضی و خوشحال بوده تا سال 2005 که از هم جدا میشن. دیگه این بچه میفته تو فضای مجازی، بیسچاری، بلکم که مامانی واسه خودش دست و پا کنه. میگه پیدا کردن مامان کار خیلی سختیه. زیاد مامان تو فضای مجازی پیدا نمیشه. ولی من امیدم به خداست. انشالله که یکی خوبش برام پیدا شه. ولی به روح مامان نداشتم قسم که این مامان بازی به هیچ وجه جنبه‌های سکشوال و جنسی واسه من نداره. من دنبال یه مامانم، چون باعث میشه احساس امنیت کنم. چیزی که وقتی داشتم بزرگ میشدم نداشتم. خود استنلی میگه جنبه‌های جنسی رو واردش نمی‌کنم چون دیگه معنای حقیقی مادرانگی توش از دست میره. من دنبال مامان به معنی واقعی کلمم. مسائل جنسی منو از اون حس مادرانگی که نیاز دارم دور میکنه. اون معصومیتی که تو رابطه مادر فرزندی هست.
بالاخره جستجوهاش تو شبکه‌های مجازی جواب میده و انصافاً هم خوب مامانی تورش میخوره. خوب مامانی. و قرار میذارن که از فردا صبح مامان بازی رو با هم شروع کنن. بیشتر زنهایی که چنین خدماتی رو قرض میدن ساعتی کار میکنن، ولی خب استنلی دنبال چیز اصیل تریه. استنلی دنبال عشق مادران است. کسی که واقعا بهش این رو بده که مادرشه، عاشقانه و مادرانه دوستش داره، براش وقت میذاره، حواسش بهش هست، واسش غذا درست میکنه و ده ها چیز دیگه. به خاطر همینه که بعد اون مامان اولیش هنوز هیچ کس نتونسته به معنی واقعی کلمه جاش رو بگیره. میگه دنبال کسی هم که بهم عشق مادرانه بده، نه به خاطر اینکه بهش پول دادم که بهم عشق مادرانه بده، بهم عشق مادرانه بده چون واقعا مثل مادر منو دوست داره. این حرف چقدر غمگین کننده است. بایزین حاله های سیاه دور چشمای این بچه که به طنز شگفت‌آوری نماد بیمادریه. اون دندونای زرد و کرم خورده، این بدن فربه و آویزون و پر از عرق، اون چشمای انگار خیره به راه مونده که منتظر رسیدن کسی هن که هیچ وقت قرار نیست از راه برسن. مادر کسی نیست بری از سر کوچه بخری بیاری تو خونه. و مادری که استنلی دنبالشه هم براش خیلی گرون تموم میشه، هم هر کسی قبول نمیکنه واسه یه آدم گنده مثل یه مادر 24 وقت بزنه. اون زن قبول نکرد مامان استنلی باشه و جستجوی استنلی برای پیدا کردن مادر دوباره از فردا از سر گرفته میشه. خدا نگهدارتون.